در تازه ترین تحولات شاهدان عینی از تجمع تظاهر کنندگان در میدان فردوسی و از تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران خبر میدهند. همچنین گزارش‌هایی از ناآرامی در اصفهان رسیده است. گفتگویی داریم با یک شاهد عینی در تهران. میشه بفرمایید که شما الان کجا هستید؟ کدام نقطه تهران هستید و فضا اونجا چطوریه؟ سلام، خسته نباشید خدمت همه شما. ببخشید که اینجا شلوغ صدها میاد. من نزدیک مسجد امام حسن هستم، مردم دارن شعار میدن. من فقط میگم صدای خودتون بشنوید. کوشی حیا کن مملکت رو رها کن. انگلیسی حیا کن مملکت رو رها کن. انگلیسی انگلیس. ببخشید. الو صدا داری؟ الو صدا بله. داری؟ بله.